از ما برای پیامبری بود. وقتی حضرت موسی به سمت این نور رفت، توی اونجا با ندای خداوند مواجه شد. خداوند ندا داد: ای موسی، به راستی که من پروردگار تو هستم. فوراً کفش‌هایت را در بیاور، چون تو در سرزمین مقدس طوا هستی. من تو را برگزیدم. حال به آنچه به تو وحی می شود گوش فرا ده. به راستی که فقط من پروردگار هستم. خدایی به جز من وجود ندارد. به من گوش فرا بده و برای ذکر من نماز بخوان. به راستی که روز قیامت فرا خواهد رسید. خداوند بعد از اینکه به موسی گفت نعلین یا همون کفش‌های خودش رو در بیاره، به اون امر کرد تا عصای خودش رو روی زمین بندازه. به دنبال این عصایی که روی زمین انداخته شده بود تبدیل به مار غول پیکری شد. وقتی حضرت موسی از این مار ترسید، ندا اومد که نترس، چون خطری تو رو تهدید نمی‌کنه. عصای حضرت موسی قبلا وسیله حکمت بود و بعداً تبدیل به وسیله قدرت شد و همچنین زمانی که خود موسی نمیتونست آذوقه خودش رو حمل کنه، این عصا آذوقه اون رو حمل میکرد. حتی وقتی حضرت موسی از راه رفتن ناتوان میشد، سوار این عصا میشد. وقتی موسی روی عصا نشسته یا خوابیده بود، عصا خطرات رو از موسی دور میکرد. به اون از همه انواع میوه ها میداد. وقتی موسی توی هوای گرم جایی مینشست، عصا برای اون سایه میشد. خداوند عزوجل قدرت موسی رو توی اون عصا قرار داده بود. حضرت موسی هم به واسطه این عصا با قدرت الهی انس گرفته بود. هرچند این عصا توی نگاه اول فقط یک عصای ساده برای چوپانی به نظر می اومد، ولی به امر خداوند تبدیل به قدرتی بی‌نظیر توی دستان حضرت موسی شده بود. خداوند به حضرت موسی دومین معجزه رو داد. به موسی گفت: ای موسی، دستت رو توی آستینت فرو ببر. موسی همین کار رو کرد. دست موسی از هر نوع بیماری و ناراحتی خلاص شد و به خورشیدی درخشان و نورانی تبدیل شد و شروع به درخشیدن به نور سفیدی کرد. این نور مثل نورافکنی به اطراف هم پخش شد و حضرت موسی از دیدنش حیرت کرد. بعد خداوند متعال به موسی گفت: اگه نورانی شدن دست تو و یا اطرافیان رو ترسوند، بار دیگر دستت رو توی آستین فرو ببر. به این ترتیب دستت مثل سابق میشه. بعد به حضرت موسی گفت: نزد فرعون برو، چون اون به اندازه کافی گمراه شده. حضرت موسی از فکر برگشتن دوباره پیش فرعون ناراحت شد، چون اگه به اونجا برمیگشت ممکن بود که اونو دستگیر کنن. به همین خاطر از خداوند خواست تا برادرش هارون رو یار و یاور اون کنه. به دنبال این خداوند فرمود: ما تو و هارون رو حمایت خواهیم کرد. شما بر اونها غلبه خواهید کرد. بعد حضرت موسی برای نجات دادن قومش از دست فرعون به مصر برگشت. وقتی خبر بازگشت حضرت موسی به گوش فرعون رسید، فرعون با خشم زیاد رو به موسی کرد و گفت: چطور جرأت کردی؟ ما تو رو تحت حمایت خودمون قرار دادیم و توی قصر خودمون بزرگ کردیم، ولی تو یکی از ما رو کشتی. تو واقعا نمک نشناسی. هرچند حضرت موسی به فرعون گفت که عمدن اون شخص رو نکشته، ولی فرعون قانع نشد. حضرت موسی اعلام کرد که به عنوان پیامبر برگشته. موسی به فرعون گفت: پروردگارم منو پیامبر کرد. فرعون با شنیدن این حرف موسی گفت: پروردگار تو دیگه کیه؟ اینجا فقط یک خدا وجود داره و اون هم من هستم. به دنبال این حضرت موسی معجزات خودش رو نشون داد و تلاش کرد تا فرعون رو مجاب کنه. حضرت موسی اول عصاش رو انداخت و عصا در برابر چشمای حیرت زده فرعون تبدیل به ماری شد. بعد هم دستش رو توی گریبانش کرد و ید بیضا رو بیرون آورد که چشمها رو خیره میکرد. فرعون با دیدن این معجزات میخواست ایمان بیاره، ولی وزیر اون مانع این امر شد و گفت: ای سرور من، تو خدا هستی. ما به جز تو بندگی هیچ کس دیگری رو نخواهیم کرد. از اینکه خداوند ما باشیم منصرف نشو. با گفتن این حرفا فرعون هر اون چی که دیده بود رو به فراموشی سپرد و دوباره خودش رو خدا خوند. بعد از این اتفاقات هم به همه گفته شد که حضرت موسی یک ساحر است و بعد هم فرعون تصمیم به مبارزه و رقابت با حضرت موسی گرفت. فرعون با دروغ خوندن معجزات حضرت موسی و برای تحت تاثیر قرار دادن مردم، ساحرای ماهر و زبردست کشور رو فرا خوند و به اونها مأموریت داد تا کاری کنن که معجزات حضرت موسی رو جادویی ساده نشون بده. ساحران در برابر جمعیت زیاد مردم عصاهاشون رو روی زمین انداختن و این عصاها تبدیل به مارهایی شدن. ولی این مارها خیالی بودن و مار واقعی نبودن.
بعد حضرت موسی به فرمان خداوند عصای خودش رو روی زمین انداخت و عصاش به شکل ماری واقعی و بزرگ در اومد و مارهای خیالی ساحران فرعون رو بلعید. سحر و جادوی ساحران در برابر معجزه الهی بی اثر موند. این موضوع ساحران رو عمیقاً تحت تاثیر قرار داد. اونها بعد از فهمیدن قدرت واقعی خداوند به سرعت ایمان آوردند و به سجده افتادند. علیرغم تهدیدهای فرعون حاضر به روی گردانی از خداوند و ایمانشون نشدند. فرعون با دیدن این اتفاقات خیلی خشمگین شد و روز به روز ظالمتر شد و خداوند هم 10 بلا و مصیبت رو روی فرعون نازل کرد. بعد از اینکه 10 بلا و مصیبت بر سر فرعون نازل شد، به حضرت موسی اجازه داد تا همراه قومش از مصر برن. این جریان در تاریخ یهودیت به عنوان نقطه عطف به حساب میاد. اما فرعون به راحتی به این امر راضی نشده بود. فرعون بعد از نازل شدن هر بلایی به موسی قول آزادی اون و قومش رو میداد، ولی هر بار هم به خاطر قسی‌تر شدن قلبش به قولش عمل نمی‌کرد. مرگ اولین متولد شده ها یا اولین فرزندان باعث شد تا فرعون مجبور بشه به موسی و قومش اجازه خروج از مصر رو بده. حضرت موسی و برادرش هارون قوم بنی اسرائیل رو جمع کردند و برای اونا فرمان خداوند رو تبلیغ. بنی اسرائیل خوشحال بودند که بالاخره بعد از سالیان درازی که ظلم و ستم رو تحمل کرده بودند آزاد شده بودند. ولی فرعون با خودش فکر کرد که کار اشتباهی کرده که به خروج بنی اسرائیل رضایت داده و برای برگردوندن اونها سپاهیان خودش رو فرستاد. در ادامه دریای سرخ مانعی در مقابل بنی اسرائیل برای عبور بود. پشت سرشون هم سپاهیان فرعون در حال نزدیک شدن بودند. بنی اسرائیل که ترسیده بودن رو به موسی کردن و با ترس و وحشت پرسیدن که چیکار باید بکنیم. موسی که کاملا به خداوند ایمان داشت گفت نترسید و ببینید پروردگارتون امروز قراره برای شما چه کاری انجام بده. خداوند به موسی فرمان داد تا عصاش رو مستقیم به سمت دریا دراز کنه. حضرت موسی هم عصاش رو به سمت دریا دراز کرد. دریا به 2 نیم قسمت شد و از بینش راهی از خشکی باز شد. سپاهیان فرعون توی تعقیب بنی اسرائیل مصمم بودند و تلاش کردند تا از همون راه